حرکت امت اسلامی به سوی جنگ‌های اجتناب ناپذیر. دولت یهود از آوان تأسیس تا به امروز در حال گسترش است. حکام خاین سرزمین‌های اسلامی برای عادی سازی روابط با دولت یهود صف کشیدند. خونخواری یهود نیز روز به روز بیشتر می شود. دولت دیگر هند است که روز به روز از لحاظ اقتصادی و نظامی به جلو می رود. دولت هند در خونخواری مسلمانان کمتر از اسرائیل نیست. از طرف دیگر هندوها از بزرگترین حامیان اسرائیل و جنایاتش هستند. مودی با تمام جنایت‌هایش بر رویای هند بزرگ یعنی بهارت می اندیشد. این هر دو حکومت تحت حمایت طاغوت بزرگ یعنی آمریکا قرار دارند. آمریکا سردمدار نظام طاغوتی جهان و حامی بزرگ هند و اسرائیل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم وعده داده که امت اسلامی جنگ‌های با یهود، هند و روم غربی یعنی اروپا و آمریکا خواهند داشت. این جنگ بزرگ و اجتناب ناپذیر خواهد بود. آیا امت اسلامی متفرق و پارچه شده به دولت‌های ملی می‌تواند در این جنگ استادگی کند؟ قدرتمند شدن دولت‌های دشمن نشان می‌دهد که این جنگ میان دولت‌ها خواهد بود، نه میان گروه‌ها. تنها خلافت می‌تواند به عنوان دولت مقتدر از مسلمانان در این جنگ نمایندگی کند. تاریخ گواه است که وعده‌های بزرگ الهی تنها با خلافت عملی شدند. پیروزی مسلمانان در این جنگ‌ها رحمت بزرگ برای بشریت خواهد بود. این جنگ ضربه محکم بر دهن کسانی خواهد بود که جهان از ظلم و فسادشان به سطوح آمده است. وعده های پیامبر صلی الله علیه و سلم حتما محقق می شود. اما آیا ما به این جنگ اجتناب ناپذیر آماده ایم؟